سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهدی شهباز هستم و توی زمینه رویابینی آگاهانه سالهاست که فعالیت و تحقیق میکنم. امروز میخوام یکی از تجربه های رویای آگاهانه و یا همون لوسید دریم خودم رو باهاتون به اشتراک بگذارم. این تجربه برای اولین بار هست که برای من اتفاق میفته و در کل تجربه بی‌نظیریه که ساعتها بعد از بیداری من رو تحت تاثیر خودش قرار داده. در یک روز آفتابی دست کشیدن خورشید روی موهای سرم را حس می کردم. صدای برخورد امواج به سنگ ها واقعی به نظر می آمد. همچنین حرارت و گرمای ملایمی که از شن و ماسه ها بلند می شد به شدت واقعی بودن سناریو اضافه می کرد. اما در رویا همیشه یک خطا و نکته‌ای ماهیت رویا را افشا خواهد کرد. روبروی من یک گوسفند دیده می شد. وقتی شروع به دقت کردن به چهره این موجود کردم، ساختار چهره او شبیه به یک انسان بود، اما با همون پوست سیاه حیوانی صورت خودش. اینجا بود که مهارت ریزبینی به من کمک کرد و از رویا بودن سناریو آگاه شدم و پس از اون رویای من تبدیل به لوسید دریم یا همون رویای آگاهانه شد. فکری به سرم زد. با خود گفتم چقدر خوب می شد اگر می توانستم چند روز در اون رویا بمانم و گذر زمان را حس کنم، در حالی که در واقعیت فقط یک شب تا صبح خوابیده باشم. بعد از این فکر مشغول سناریوی رویا شدم و موضوع را رها کردم، چون این آزمایش برای من در اولویت نبود که بخواهم در اجرا کردنش کاری را انجام بدهم. بعد از گذشت مدتی احساس کردم که غروب آفتاب را می توانم ببینم، چیزی که فهمیدم خیلی عجیب بود. با اینکه در رویا اسکیپ شدن و گذر بخش‌هایی از زمان را حس می کردم، اما متوجه سپری شدن زمان از آفتاب گرم ظهر تا غروب شده بودم. متاسفانه به دلیل زمان زیادی که در رویا سپری شد، بعد از بیداری حافظه رویای من فقط به قسمتی از رویای آگاهانه دسترسی داشت. حتی به یاد دارم که در رویای آگاهانه وقتی شب فرا می رسید به خواب می رفتم و روز بعد را با سناریوی مختلف شروع می کردم. البته در حین رویا بخش هایی بود که رویا حالت شکنندگی به خود می گرفت و مجبور می شدم از تکنیک های پایدارسازی برای کنترل و پایدار کردن رویا استفاده کنم. اما در کل انگار این رویای آگاهانه با بقیه رویاها فرق داشت.